میشه پیشنهاد منو رد نکنی؟ آخه من همسن پسرتم، خجالت نمیکشی؟ ببین عزیزم، پسر من به آرزوهاش رسیده. من الان اینجا هستم که آرزوهای تو رو برآورده کنم. تو فقط بگو چی میخوای. ولی تو صبر کن، بذار اول اون پیشنهادو بهت بده. خیالت راحت عزیزم، اون با من. چی بگم آخه؟ این ماشین خوشگله رو میبینی جلوت؟ 25 تن بار پسته روشه. چیز خاصی نیازی نیست تو بگی. تو فقط بگو بله، بار این ماشین مال تو. واقعا؟ اینم فاکتور و سند این پسته که زدم به نام شما، تصفیه کامل خدمت شما. حالا که قرار محضر رو بچینی؟ شب محتاب حبیبم رو میخواب، حبیبم مگر خوابه. سلام پدر. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ مگه نگفتم تو اون 10 میلیارد ضرری که به من زدی رو تا جبران نکنی حق نداری با تو شرکت بذاری؟ باشه بابا، هرس نخور، واسه قلبت ضرر داره، جبرانش کردم. گمشی بیرون! گمشی بیرون! نشد برای عشقمون، برای این دیوانت سفر کنی.